پایان مسیر طراحی شده متفاوت هست. صحنه اول 3 پاشا این ورزشگاه رو می‌بینیم. این رشته عملکرد از سال 1933 What are you doing? در واقع برای اولین بار اجرا شد و اولین بار مصاحبه جهانی فرانسوی در سال 1972 این رشته به صورت آزمایشی در المپیک برگزار شد. در سال 1992 بارسلون تا به الان رشته اصلی جزو رشته‌های اصلی است که در المپیک‌ها برگزار میشه. صحنه‌های 3 به حالت ورزشکاری می‌بینید که در این صحنه‌های 3 متوجه حساسیت اجرای تکنیک رد کردن این دروازه‌ها رو مشاهده خواهید کرد. اگر دست یا پاروش برخورد بکنه یا سالیت بزنش برخورد بکنه به دروازه ها 2 ثانیه به تایمش اضافه خواهد شد و اگر دروازه رو از دست بده 50 ثانیه به تایمش داورها اضافه میکنند. همونطور که مشاهده کردیم دروازه بین‌المللی با دورهای 360 درجه توسط این ورزشگاه گرفته شد و دروازه سبزرنگ به صورت مستقیم رفت. مثلا دروازه 16 و 17 این پیست بسیار دروازه سختی است برای ضبط شدن دروازه سبز. تو یک خرگربه ای. خرگربه